40 تا از خطرناکترین حرکت هایی که باس ها توی بازی های سولزبورن انجام میدن. پارت 3 نیهیل از موگ لورد آف بلاد. تا حالا شده یه باس بهت بگه فقط تماشا کن چون هیچ غلطی نمیتونی بکنی؟ دقیقا اینجا جایی که موگ ارباب خون وارد فاز دوم میشه، هوا قرمز میشه، صفحه تار میشه و موگ 3 بار فریاد میزنه. بار اول هر کاری کنی، بلاک کنی، بدوی یا رول بزنی، ضربه رو 100% میخوری. بار دوم هم همین شرایطه، ضربان قلبت میده بالا، فلش رو اسپم میکنی، عمل میکنه ولی تو ضربه رو میخوری و شانست صفره برای اینکه بتونی کاری در مقابل این ضربه بکنی. بار سوم موگ وقتی نیزه خودش رو میزنه به بالا، هم روح هم گوشت کاراکتر رو میدره و نابود میکنه. حالا نکته اعصاب خورد کنش چیه؟ که موگ با هر ضربه‌ای که با استفاده از نیهیل میزنه خودش رو هیل هم میکنه که این میتونه خیلی اعصاب خورد کن باشه. سگانه مرگباری که تنها یه راه نجات ازش داریم، اونم یه مجنون گم شده تو اعماق آلتوس پلاتوه. حالا نظرتون در مورد پارت بعد چیه؟ میتونید تو کامنت ها برام بنویسید.